امیدوارم که در گستره آسیا این دو تیم بدرخشن و از این به بعد دوچار این همه مشکل نباشند. با همین نگاه آغاز میکنیم خاصترین دربی رو و خاصترین شهرآورد دنیا رو با امید خاطره‌ای خوب از این مسابقه. به ورزشگاه بریم، به زمین چمن بریم، آبی ها و قرمز ها رو ببینیم. توپا علی شاه گرفته، یه دریبل میزنه، حالا میتونه پاس بده، همین کار هم انجام میده. علیپور رو صاحب توپ کرده، ضربه رو هم علیپور میزنه اما کرنر میشه. خطرناک بود اولین حمله یاران پرسپولیس. بلافاصله علی شاه برای ارسال سر توپ میزنه، میندازه تو در، حالا فرصت، یه بار دیگه موقعیت، یه فرصت، ضربه سر حسینی نمیذاره دوباره کرنر بشه. یه اشتباه از خود حسینی که بلافاصله ببین نظر داور چیه، کرنر دوباره کرنر. شاید بهتر بود که حسینی میذاش توپ بیرون بره، چون در شرایطی نامتعادل چیزی نمونده بود که به حریف پاس گل بده. و همچنان هم متاسفانه میبینید دیگه لیزر و اینجور چیزها دیگه. کاش که برخورد جدی با این رفتارها بشه. میلاد محمدی ارسال به روی دروازه، سردار درسون ضربه رو میزنه، باز کنار دروازه توپ بیرون میره. همین بازیکن 7 گل ملی هم در تیم ملی ترکیه زده. نگاه کنیم اینجاست که سردار درسون از این زاویه هم نگاه کنید با فاصله کم توپش به بیرون میره. درسون جا موند، استقلال حالا حمله میکنه، ضربه رو هم میزنه و گند توپو میگیره. اولین حمله جدی استقلالی ها و گرمای بازی او رو گرمترش کرده. پرتاب هم انجام میده، ضربه سر زده میشه. رافائل میخواد ضربه سر رو کاملش کنه، برمیگردونن. حالا فرصت برای خود رافائل، یه بار دیگه باز هم فرصت. همچنان استقلالی ها و پرسپولیسیا در منگنه برمیگردونن. نهایتا خطا. ببینیم نظر داور چیه. دعوا بالا گرفته بین چشمی و بازیکنان دیگه که امیدواریم خیلی هم دیگه از این جدیتر نشه و بازیکنان به رفتار خودشون مسلط باشن که خوشبختانه هستن و بلافاصله کار و قائله تمام میشه. ببینیم اصلا داستان از کجا شروع شد. از اینجاست. ضربه سر زده شد، عوض میکنه، میاره این بر برای رامین رضاییان. رامین حرکتش رو شروع کرده. رامین رضاییان میتونه حتی شوت بزنه، میزنه به پشت دروازه‌بان. میتونست که دروازه باز بشه. حالا یه گل را آماده تو چارچوب دروازه پرسپولیس هاست که اینجا میبینیمش. یه بازیکن آماده این بر تو ترکیب استقلالی هاست. نگاه کنیم یه حرکت قشنگ، همون که گفتم بهتره که اینجوری ببینیم بازی رو قشنگ و قشنگتر بشه. این مسابقه لذت ببریم از این فوتبال. چقدر حرص بخوریم برای فوتبال. بذارید اینها بدرخشن. حالا رامین خودش کرنر را میزنه، باز هم ضربه، فرصت برای استقلالی ها در محوطه جریمه. استقلالی ها میگن پنالتی، داور چنین نظری نداره. نگاه کنیم صحنه رو. نه، اتفاقی نیفتاده و بلافاصله هم تیم داوری اعلام میکنه که بازی دنبال بشه، که فعلا توپ سالمی آنچنان به او نرسیده. حالا علی شاه ببینیم با توپ چه کار میکنه. میندازه برای علیپور، فرصت برای علیپور، میره علیپور، فرصت، پنالتی برای تیم فوتبال پرسپولیس. پنالتی گرفته میشه. چه پاسی داد امید علی شاه، چه پاسی داد از فاصله 50 متری 60 متری. انگار که یک کولیس دستشه، انگار که یک وسایل اندازه‌گیری دقیق دستشه و میدونه چجوری پاسو بندازه تو در تا علیپور حرکت بکنه. شاید مشکوک به آفساید هم بوده باشه. نگاه کنیم اینجا علیپور خوب کورس برداشت، خوب دور برداشت، رفت جلو اینجا و دیگه زدن او رو. و اینجاست که باید ببینیم نظر تیم داوری چه خواهد بود. داور فاصله زیاد داشت اما از اون فاصله دور با قاطعیت نقطه پنالتی رو اعلام کرد. به نظرم دارن آفساید رو بررسی میکنن. در خطا به نظرم شکی نیست، خطا انجام شده، حالا دارن آفساید رو بررسی میکنن که آفساید بوده یا نه.
پاس امید علی شاه. واقعا سخت این تصمیم. البته میدونی که داره یه قانونی عوض میشه در فیفا، حالا نه به این بازی نمیرسه، یه قانون داره عوض میشه که دیگه از این بعد بازیکنی که کامل رد شده باشه آفسایدشه، حتی یر به یر شدن، یه دست تو آفساید، یه پا تو آفساید، دیگه نه آفساید نخواهد داشت. امیدواریم زودتر اون قانون بیاد و دیگه این اتفاقات در مسابقات فوتبال نیفته و اگه اون قانون بیاد بازی ها پرگل‌تر خواهد شد. ببینیم نظر داوران چیه. معمولا برای آفساید هم داور دیگه خودش مراجعه نمیکنه، صبر میکنه تا تیم وی آر نظرش رو اعلام بکنه. انگار دارن به داور نکته ای رو میگن. نکته چیه؟ نکته چیست؟ آیا توپ درست رد شده و پنالتی است یا نه؟ آفساید و باید بازی رو از وسط نیمه تقریبا شروع کنن و ادامه بدن. داور کارت زرد هم میده. به خطاکار، به بازیکنی که خطا کرده. رامین رضاییان فنر، بین فنر و بشیکتاش. حالا یک پنالتی هیجان انگیز در ورزشگاه آزادی. سردار دورسون ضربه رو میزنه و میگیره. یه بار دیگه فرصت. سردار دورسون توپو نمیتونه گلش کنه و حسینی توپو میگیره. ببینیم نظر داور چیه. میخواد پنالتی رو تکرار کنه. نظر چیه؟ آره میخواد تکرار کنه پنالتی رو. پنالتی تکرار خواهد شد. چه هیجان. نگاه کنیم چرا باید این اتفاق بیفته. شاید همون آره اومده جلو حسینی. نگاه کنیم قبل از ضربه حسینی اومده جلو. نگاه کنیم مشخصه قبل از ضربه حسینی حرکت کرده. تقریبا نیمی استقلالی نیمی پرسپولیسی. همه هیجان دارن. چه خواهد شد؟ همه دارن به سردار میگن که چه بکنه. پنالتی زن عوض شد. کنانی میزنه. مخالف انگار. ببینیم چی میشه بالاخره. انگار مربی مخالف بود. یک کنانی ضربه رو میزنه و گل برای پرسپولیس. نتیجه 1-0 میشه. حالا حسین کنانی زادگان دوباره به عنوان پنالتی زن قهار پرسپولیسیا به میدون برمیگرده. نگاه کنید چه خبره تو جایگاه پرسپولیسیا. اینجا نگاه کنید دخترای پرسپولیسی چی کار میکنن. چه هیاهویی در ورزشگاه به پا شده. کنانی کجا داره میاد؟ داره میاد به سمت نیمکت. یزله خودش رو هم دوباره به پا میکنه اینجا و این توپ که میبینید دیگه. البته خب کاش یه پلاستیک بزرگتر میخریدن درست میکردن برای این توپ. توپی که حالا مثل به رسم فوتبال ایتالیا فروخته خواهد شد به قصد امور خیریه. حسینی اینجا هم رفت. اینجا هم حتی زودتر حرکت کرده چون گل شد دیگه تمام کار. با کسب درآمدی بشه. اینجا هدف کسب درآمد نیست. اینجا هدف امور خیریه است. علی شاه دوباره حرکت میکنه. فرصت داره. ضربه رو هم میزنه و توپ به بیرون میره. در خط دفاعی پرسپولیس همه هستن که شاید گل مساوی رو بزنن. رو دروازه یه موقعیت، یه ضربه برای رافائل اما به ثمر نمیرسه. حالا از این ور رافائل یه لحظه توپو علیپور برداشت و حرکت کرد. علیپور با اشتباه رافائل ثابت توپه. علیپور هنوز در محوطه جریمه است و کورنر میگیره. فعلا کورنر رو ببینیم. سروش رفیعی میزنه به سمت دروازه. برگشت توپ. حالا یه ضربه دیگه است بالای دروازه. توپ بیرون رفته. میبینید صحنه رو که چه اتفاقاتی روی دروازه برای پرسپولیسی ها و استقلالی ها. دوباره رو دروازه یه ضربه و گل. گل به خودی. یه ضربه عالی. ضربه ای که حالا کوشکی نتیجه رو 1-1 میکنه. من واقعا بازی زمین رو نمیبینم چون روبروی من همه مدیران باشگاه استقلال هستن در جایگاه ویژه و همه خب خوشحالن. ابتدا داره طبیعی هم از براشون دیگه خوشحال هم دارن خوشحالی خودشونو میکنن. ولی فعلا بذارید من از رو مانیتور بازی رو ببینم و چون جریان بازی رو نمیبینم. همونطور که گفتم جایگاه
واقعا خاصه دیگه جای گزارش ما. البته دوستانمون آمدن و میخوان که رفع ایراد بکنن که امیدوارم زودتر هم رفع ایراد بشه. ببینیم صحنه رو که چه جوری تیم استقلال به گل مساوی رسید. حالا دوباره همه چیز به اول کار برگشت. به قول همه میگن از سر. حالا از سر شد همه چی. نگاه کنیم گل به خودی شد. نه خود کوشکی زده. نگاه کنیم صحنه رو. بله یه گل جذابم زد کوشکی، خودش دروازه رو باز کرد. تو صحنه اول من فکر کردم گل به خودی شده، فرجی نتونست سر بزنه و حالا میبینید کوشکی که راجبش هم صحبت کردیم اینجا گل مساوی رو زده. با این صحنه گندوز نمیتونه توپا بگیره. سانتر عالی رامین رضاییان و اینجاست که دروازه پرسپولیس فرو میریزه. ببینید با این ضربه سر ضربه ایستگاهی برای یاران استقلال. رامین رضاییان میزنه ضربه سر و گندوز توپو بر میگردونه. یه فرصت برای علیپور. علیپور حالا به سمت دروازه. خطا و کارت زرد برای گندونگ. نزدیک به 67 دقیقه رو میگذرونیم. 1-1 مساوی. هیجان در سر تا سر کشور، حتی خارج از کشور در اوج خودشه. هر کس تلویزیون داره، هر کس داره شبکه 3 و فوتبال برتر رو میبینه، در اوج هیجانه. ببین خطایی که بهش کارت زرد داد، آیا نظر اینه که برگرده و قرمز بشه؟ باید ببینی نظر داور چیه. داور با علیشاه صحبت میکنه. سروش رفیعی هم پشت سرش، انگار گذشت و خطا انقدر جدی نبوده که حکم اخراجی داشته باشه. 2 نفر از پرسپولیس حتی رفتن الان تو آفسایدن، ولی خب بلافاصله برمیگردن. یه فرصت و گل توی دروازه. یه پاس طلایی از سروش رفیعی و علیپور. یه جشن رونالدویی اینجا به پا میکنه. سردار دورسون منتظر بودیم که گل بزنه و این جشن رو به پا کنه، اما علیپور زودتر از اون این کار رو میکنه. گل میزنه علیپور و نتیجه رو 2-1 میکنه. همین بازیکن این 5مین گل شهرآوردی اوست. با اسماعیل کارتال و سایر نیمکت نشینان هم خوشوبشی میکنه. حسینی گل خورد و 2مین گل این بازی رو هم دریافت کرد و علیپور. نگاه کنیم کنترل عالی و ضربه تماشایی. مدافعان استقلال اصلا فکر نمی‌کردن که شاید این طرف بیاد و سروش اصلا ارسال. دوباره ایستگاهی او بری دروازه. یه فرصت رافائل. حالا رامین باید صاد بکنه، نمیذارن توپش رو ارسال بکنه. دوباره رامین رضاییان، فرصت برای یاران استقلال بری دروازه پرسپولیس. یه ضربه، یه شوت به بیرون، به کنار دروازه میره. نفس در سینه هم استقلالیا هم پرسپولیسیا حبس شد واقعا. با این مربی و این صحنه رو نگاه کنید. این شوت از نگاه بازیکنان، از دید اونها صحنه‌های زیبایی رو بچه‌ها انتخاب میکنن که تماشا شده. یه فرصت برای آن پرسپولیس به سمت دروازه. یه موقعیت، فرصت برای پرسپولیس. حالا از این ور یه شوت و به بیرون. واقعا نظم و انضباط خاصی رو در بازی میبینیم. واقعا من عرض کردم بیرون که از بیرونم که وارد ورزشگاه شدم حدود ساعت 2، واقعا نظم و انضباط خاصی در ورزشگاه به پا بود. و این فرصت برای یاران استقلال. یه موقعیت، یه ارسال، یه ضربه، یه حرکت، فرصت، چشمی. حالا از این ور یه شوت، فرصت برای گل مساوی به ثمر نمیرسه. همه دارن هیاهو به پا میکنن، چه استقلالیا چه پرسپولیسیا. چه خواهد شد؟ گل مساوی یا نه؟ نگاه کنیم سابقه داشتن که تو این دقایق گل زدن. ضربه میزنن ولی توپ از کنار دروازه به بیرون میره.
توپ گل نمیشه. اتفاقا خود همین بازیکن یکی از گل‌های دیر وقت دربی رو زده. نگاه کنید، داور نگاهی به ساعتش میکنه. اندونگ آخرین موقعیت ها رو میسازه، فرصت داره، استقلال حمله میکنه، گندوز جلو میاد، با مش برمیگردونه، فرصت برای استقلال رد میشه. کارتال میگه خبری نیست. نگاه کنید کارتالو، چه هیاهویی داره، چه انرژی داره اسماعیل کارتال. سهرابیان به عقب، تمام 3 امتیاز برای اسماعیل کارتال، 3 امتیاز برای پرسپولیس. استقلال واقعا شایسته بود، واقعا عالی بازی کرد و پرسپولیس حالا اینجا جشنشون رو ببینید، شادی اونها رو ببینید. رنگ قرمز در ورزشگاه آزادی به چشم میاد و نتیجه 2-1 به نفع پرسپولیسی هاست. علی پور رو ببینید، سر دست بلند کردن، خوشحالن، 2 گل زن تیم پرسپولیس و اینجا جایگاه غم انگیز استقلالی هاست. استقلالی ها ببالن که تیمشون واقعا عالی بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد تیمشون. بازم تکرار میکنم، آفرین به بچه های فوتبال ایران. این لیگ پویای ماست، این فوتبالی که از بچه های تیممون انتظار داریم، از هر دو تیم، چه استقلال چه پرسپولیس.